گپ درباره دروغ می رود. ببینید اون کس گفت که دیروز در جمعیت ما یک چند انسان به نام سلفی یک مردم کلان من کردن و گفتن که این 20 رکعت نادرست است، 8 رکعت خونیم. بعدا اونا گفتن آخر همه جا 20 میخوانند، خیلی بیچاره شاید امامش علم نداشت یا فهمیش نداشت، همه 20 میخوانند دیگر. بعد گفتن که با کی اخلاص داره نپرسیم، خیلی بیچاره اخلاصی به حاجی میرزا داشته هم. این حاجی میرزا را پرس، تلفن میزنه، در یک آدم دیگر پیوست میکنه. حاجی میرزا سلام علیکم. و علیکم السلام. ناظرین داملا خوبین؟ سلامتین؟ خیر رحمت شکر. همین قوم ما میپرسه که همین تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت. او حاجی میرزا کدام حاجی میرزا باشه؟ گفته است 8 رکعت یا 20 رکعت غلطه. ببینید پریروز یک اینجا برادران من خیلی راستی بار ناراحت شدم. یک برادر از یک ناحیه کلان همین شهر کلاف نزد من آمد که مسجد چون جامع از جمعه خانی است. بعد پیشین خواندن گفت داملا من یک چند سوال به شما دارم. من گفتم میلش چی سوال داری؟ من نفهمیدم این چی مقصد دارد. گفت یکم سوال همین که توسل بر مرده ها درست است؟ ما جواب نگفتیم. گفت بعد نماز 3 دعا میکنن، نسبت همین شما چی گفتنی دارین؟ جواب گفتیم. سوم گفت شما تراویح را چند رکعت میخونین؟ گفتیم 20 رکعت میخونین. حیران میشید. گفت 20 میخونین؟ گفتیم 20 میخونین. زیرا عمدة القاری شرح صحیح بخاری از با اسناد صحیح از امام بیهقی میاره که از صاحب ابن یزید صحابی روایت میکند که حضرت عمر دوره خلافتش ده صحابه ها را به 20 رکعت دلالت کرد. گفت 20 رکعت خوانید. ابن ابی شیبه هم در مصنف خودم دلیل از یحیی ابن سعید میارد که حضرت عمر مردم به 20 رکعت نماز تراویح دلالت میکرد. این چنین کنز العمال هم دلالت بر همین دارد که ابی ابن کعب را حضرت عمر امر کرد که به مردم 20 رکعت نماز تراویح خوانید. این چنین امام غزالی، این چنین عبدالقادر جیلانی، این چنین شاه ولی الله دهلوی و دیگر فقهای حنفی که صدها کتاب‌های فقهی است همش به 20 رکعت رفتن. حتی که حضرت عثمان و حضرت علی و حضرت عمر 20 رکعت نماز تراویح می‌خواندند. این اجماع صحابه میگن که حکم آیت دارد. حتی شما میتونین اینا را در همون کتاب‌های نام گرفتگی من، شما اگر کتابخوان باشین دسترس کنین میبینین. حتی در دست من فیض الباری شرح صحیح بخاری که از محمد انور کشمیری است، او حضرت میارد که امام ابو حنیفه استاده بود که ابو یوسف شاگردش بود، قاضی بود. پرسید ای ابو حنیفه همین عمر رضی الله عنه برای 20 رکعت نماز تراویح حجت داره؟ ابو حنیفه گفتن ابو یوسف عمر پیدا کننده بدعت نیست. شما میتونین این سخن ابو حنیفه را در فیض الباری شرح صحیح بخاری از محمد انور کشمیری بینید. حتی امام شافعی، امام احمد حنبل، امام ابو حنیفه 20 رکعت میخوانند، لیکن امام مالک 36 رکعت میخواند. به خاطر چی؟ به خاطر که هر یک 4 رکعتی که در مکه مکرمه که میخواندند، اونا بعد 4 رکعت خودمان تسبیح میخوانیم، اونا طواف میکردن 7 پیچ. در مدینه که این شرایط طواف نبود، امام مالک در جای طواف با 4 رکعت دیگه میخواند. این چنین ابن تیمیه که در فتاوای خود که خیلی بگیم سلفی بزرگه،
مقلدی به مذهب نیست، با 20 رکعت رفتن. مکه، مدینه، پاکستان، افغانستان همه 20 رکعت نماز میخوانند. مفتی هم است برادر عزیز. گپ درباره دروغ میرود. ببینید اون کس گفت که دیروز در جمعیت ما یک چند انسان به نام سلفی یک مردم کلان من کردن و گفتن که این 20 رکعت نادرست است، 8 رکعت خونیم. بعدا اونا گفتن آخر همه جا 20 میخواند، خیلی بیچاره شاید امامش علم نداشت یا فهمیش نداشت، همه 20 میخوانند دیگر. بعد گفتن که با کی اخلاص داره نپرسیم، خیلی بیچاره اخلاصی به حاجی میرزا داشته. این حاجی میرزا را پرس. تلفن میزنه، در یک آدم دیگر پیوست میکنه. حاجی میرزا السلام علیکم. و علیکم السلام. ناظرین داملا خوبین؟ سلامتین؟ خیر رحمت شکر. همین قوم ما میپرسه که همین تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت. او حاجی میرزا کدام حاجی میرزا باشه؟ گفته است 8 رکعت یا 20 رکعت غلطه. ببینید آیا همین دروغ نیست؟ آیا سلفی دروغ میگه؟ سلفی صالح دروغ میگه؟ برادر عزیز و گرامی، در حق یک انسان دروغ گفتن، تهمت زدن، از این بدبختی نیست دیگه. بیرون در وقتی میگه این بچه میگه من فهمیدم دانستم که وای کی بود، پرسیدم وای فلانی بود، آوازش به او مانند نبود، گفت خیلی فرقش یا که او نباشه شاگرداشه. از این بدبختی نیست برادر عزیز، این دروغه. حاجی میرزا از وقتش اعلان کرد ما پیروی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم. یک چند پیش دیسک ها دیگر آدم ها موعظه دارن، صورت ما، نام ما نویساندگی و صورت ما زدگی، دیگر آدم در درونش موعظه دارن. برای این احتیاط چیم برادر عزیز بگیریم. این دروغ، این تهمت. ما خرسند شدیم که سال 2009 سالی بزرگداشت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اعلان شده است. ما اینا خرسند شدیم به خدا قسم. در حق حتی همین جناب عالی هم دعا کردیم که خدا خیرش دهد، خدا برکاتش دهد که یک سالی درازه که 360 چند روز است تلویزیون و رادیو و مجله همش اطراف تاریخ ابو حنیفه حکایه میکنه. حبیبی خدا چی گفتن؟ گفتن کدام شما اگر 4 چیز داشته باشین پس چی بوده است؟ پس شما هرچی از دستان از دنیا هم که رفت پروا نکنین، بلکه شما شرفی در نزد خدا و پیغمبر و شرفی در روز قیامت و قبر یافتین وقتی که شما سخنی راست دارین، وقتی که شما حفظ امانت دارین، وقتی که شما فعل خوب دارین، وقتی که شما طعمه حلال دارین. طعمه حلال